صبح 24 ایول سال 2012 نیروهای دولتی تاجیکستان وارد شهر خورخ شدند. در جریان 16 ساعت زد و خوردها از هر دو طرف بیش از 40 نفر کشته و دهها تن دیگر زخمی شدند، ولی تا امروز بسیاری از سوالهای پیرامون این عملیات به پاسخ باقی ماندند. سبب یا بهانه رسمی آغاز عملیات نظامی در خورخ کشتار گنرال عبدالله نظروف رهبر ریاست امنیت ولایت مختار کوهستان بدخشان شد. گنرال نظروف که از دوشنبه به این مقام اعزام شده بود، شام 21 ایول در نوادک دهه در کیلومتری خورخ از ماشینش فراورده با ضرب کار کشتند. مقامات بلافاصله در این کشتار طالب ایامبکوف یکی از فرمانده سابق مخالفین در بدخشان را عیبدار کرده طلب کردند که عاملان قتل گنرال را تسلیم کند. برای مذاکرات وزیر داخله رمضان رحیمزاده، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سیمومین یتیموف و وزیر دفاع شیرعلی خیراللهیف به خورخ رفتند و رحیمزاده از طریق تلویزیون ولایتی بار دیگر تقاضا کرد که گروه‌های غیر قانونی سلاح‌های خود را سپریده جنایتکاران را تا 24 ایول تسلیم کنند، وگرنه دولت مجبور است از نیروی نظامی استفاده برد. ولی طالب ایامبکوف قتل گنرال نظروف را نتیجه مناقشش با جوانان محلی نامیده دست داشتن خودش در این کشتار را رد میکرد. صبح 24 ایول نیروهای دولتی وارد خورخ شدند و در 4 محله شهر اوپده، برخورخ، خلیبزاد و نواباد عملیات پاککاری آغاز یافت. گروه‌های محلی که فرماندهان سابق مخالفین امام نظروف، محمد باقروف، یادگار محمد سلاموف و طالب ایامبکوف رهبران غیر رسمی این گروه‌ها شمرده می‌شدند، به مقاومت پرداختند و زدوخوردها در مرکز بدخشان 16 ساعت دوام کرد. در نتیجه این زدوخوردها طور مقامات رسمی تاجیکستان به سازمان ملل گزارش دادند 41 نفر، 18 نفر از نیروهای حکومتی و 23 نفر از ساکنان بدخشان کشته شدند. دهها تن دیگر در این تیراندازی‌ها جراحت برداشتند. عملیات خورخ بلافاصله اعتراض مردم را در این شهر و در خارج به بار آورد. ساکنان خورخ با طلب قطع عملیات و بیرون کشیدن نیروهای دولتی 2 روز تظاهرات کردند. تظاهرات اعتراضی به ضد عملیات خورخ همچنین در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو، در پترزبورگ و بیشکک و حتی در واشنگتن آمریکا دایر شد. در نتیجه الکی روز 25 ایول پرزیدنت امامعلی رحمان عملیات را قطع و در خورخ آتشبس اعلام کرد. رهبر اسماعیلی‌های جهان شاهزاده کریم آقاخان نیز از طرف خود به پیروانش در بدخشان فرمان داد که مقاومت را با حکومت بس کرده سلاح‌هایشان را سپارند. از حساب فعالان جامعه شهروندی در بدخشان یک گروه 20 نفره تشکیل شد که همراه با 2 نماینده صندوق آقاخان در مذاکرات بین نمایندگان حکومت و رهبران گروه‌های غیر رسمی خورخ نقش میانرو را به دوش گرفتند. با میانروی آنها با حکومت سازش نیز به امضا رسید که شرط چون عفو گناه شرکت کنندگان حادثه‌های خورخ در عوض سپاریدن سلاح آنها به مقامات سپاریدن عاملان کشتار گنرال نظروف را در بر می‌گرفت. بعد این وضع در خورخ نسبتاً آرام گرفت و قسم زیاد نیروهای دولتی را بیرون کشیدند، ولی حمله‌های علیحده در مرکز بدخشان تا تیر ماه سال 2012 ادامه یافت. از جمله سبزعلی محمد رضایف را رهبر بخش شهری حزب مخالف نهضت اسلامی در گردی همایی‌ها فعالانه سخنرانی میکرد. سلاح به دستان از خانه‌اش بیرون برآورده کشتند. 1 ماه بعد آغاز عملیات امام نظروف را یکی از فرماندهان جوانان خورخ نیز در منزلش به طور مرموز کشته شد. حادثه دیگر روز 2 آگوست در پاسگاه بدورد رخ داد که در نتیجه تیراندازی ماموران پاسگاه 4 نفر کشته شدند. درباره اهداف اصلی عملیات خورخ فرضیه‌های مختلف سر کرده از دست ابرقدرت‌ها طرح ساختن بدخشان بزرگ، نیست کردن مافیای مواد مخدر و تماکو تا تلاش حکومت برای نظارت کامل بر منطقه که تا حال در نزد دوشنبه مطیع کامل نمی‌نمایند بیان می‌شدند. ولی 1 سال بعد عملیات خورخ وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده گفت در این عملیات یگان بازی ژئوپلیتیکی نبود. ما مشخصاً میگوییم که ضد جنایتکاران متشکل جنگیده بودیم. این گروه متشکل با استفاده از یراق مقابلیت نشان داده بود که همه شاهد این بودیم. این گروه‌ها زیر و زبر شدند. متاسفانه در جریان عملیات
چند شهروند بیگناه هم کشته شدند. دیگر یگان ژئوپلیتیک و تعقیب مردم بیگناه اینجا وجود ندارد. با گذشت چند سال از عملیات خورخ درباره با جرم دست داشتن در این حوادث محکوم شدن تنها 2 نفر، شریک کرم خدایف و دیمان اشورف گزارش شده است. 2 نفر دیگر برادر و راننده طالب ایومبیکوف، عاقل ایومبیکوف و حمزه مرادوف برای کشتن گنرال عبدالله نظروف محکوم به زندان شدند. یادگار محمد سلاموف تازه قرضش را از امانت بانک صاف کرده. این بانک مال و ملک طالب ایومبیکوف را به فروش گذاشته است تا قرضش را از این فرمانده یک زمان پرنفوذ برویاند و اما با وجود اثر تنگ کردن فرماندهان یک زمان پرنفوذ، فضا در خورخ تا چند سال دیگر همچنان آسیب پذیر باقی ماند. در ماه سال 2014 در پی کشته شدن 3 نفر در یک تیراندازی بین نیروهای آمان و یک گروه گمانبر به قاچاق مواد مخدر در خورخ دیگر باره ناآرامی‌ها سر شد. مردم به شور آمده بناهای ریاست کارهای داخلی، دادستانی و دادگاه ولایت و هم منزل سردار میلیسه شهر در محله برخورق را آتش دادند. دوشنبه باز مجبور شد سوختارنشان کسبیش گنرال شیرعلی خیراللهیف را دیگر باره به خورخ بفرستد. باز بین نمایندگان حکومت و فعالان بدخشان مذاکرات صورت گرفت و باز یک پروتکل دیگر به امضا رسید و وضع نسبتاً رو به آرامش آورد. ماه سپتامبر سال 2018 در پی یک انتقاد تند امام علی رحمان از وضع امنیت و ترتیبات در ولایت مختار کوهستان بدخشان، تمام رهبران این ولایت و مرکزش شهر خورخ و همین طور رهبران مقامات امنیتی تقریباً همه مناطق ولایت مختار کوهستان بدخشان از کار برکنار کرده شده. برای برقرار کردن ترتیبات یک ستاد بین اداروی تأسیس داده شد. حکومت مرکزی آن وقت به بدخشان نیروهای علاوگی از جمله نیروهای ویژه آمان و الفا فرستاد. با گذشت قریب 3 سال این نیروهای علاوگی همچنان در بدخشان باقی ماندند.